سلام بچه ها، امروز اومدم بهتون آموزش بدم که چجوری فرم آیرون درست کنید. زمین رو مثل من اینجوری میکنید. بعدش باید اینجا رو 2 تا برید جلو و یه شیشه بذارید. بعد داخلش یه زامبی بذارید. بعد هم باید 3 تا تخت برای ویلیجر رو بذارید که قراره بیان داخل اینجا و اینجا رو یه بلاک بذارید که سقفش پوشیده بشه و 2 تا هم تورچ و از هر طرف 3 تا هم تراکتور باید بذارید. اینجوری مثل من بذارید. اینجا رو مثل من به علاوه‌ای بکنید. بعد ویلیجره رو بندازید داخلش. خب اینم از این. حالا باید این وسط 2 تا چیز بذارید که بشن دابل چست و باید هاپرتون رو بذارید به این چست وصل کنید. حالا باید دیواراتون رو دور این تراکتورها بچینید. حالا باید اینجا یه بلاک بذارید بعد کنارش یاب. حالا اون بلاک رو بکنید. اینجا هم باید یه دونه لاوا بذارید. یه لحظه بردارم. خب اینجا هم باید یه دونه لاوا بذارید. بعد حالا باید اینجاها رو 7 در 7 با بیل اینجوری کنید. نمیدونم چجوری بگم اینو. آره 7 در 7 باید بکنید مثل من. بچه ها میبینید که ویلیجر آیرون قرمز هم میکنن و میاد میخوره به لاوا و میسوزه و شما باید بزنید رو چست و آیروناتون رو راحت بردارید.